سومی که خداوند سوال کرد پس عکس العمل بنده من چی بود؟ عکس العمل عبد من، بنده من که پدر اون پسر بود چی بود؟ چه عکس العملی نشون داد؟ ملک الموت این جمله رو گفت حمدک و استرجع. فقط 2 تا جمله بیشتر نگفت. گفت الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. حمدک، حمد تو رو به جا آورد، و استرجع، استرجاع یعنی همه رو نسبت به خودت داد. گفت همین، گفت دیگه هیچی نگفت. گفت دیگه هیچی نگفت. دستور داد خداوند برید برای این بنده حامد و شاکر من در بهترین نقطه بهشت، در قلب بهشت قصری درست بکنید، رو سردرش بنویسید هذا بیت الحمد، این خانه حمد برای بنده حامد من. چی میگی؟ خودمون نبازید، همه برای رفتنه. پیامبر هم رفت صلی الله علیه و سلم، پیامبران هم رفتن، بزرگان هم رفتن که از من و تو خیلی بهتر میدن. خودمون آماده بکنیم با همدیگه در منتهای صلح و صفا و صمیمیت مواظب باشی که وقتی خداوند در رزق و روزیشو بر شما باز میکنه، فکر نکنید که وقتی مال سرازیر زندگیتون میشه این فقط نشانه دوستی خداونده و چون خدا بهت مال داده دوستت داره. اون کسی که فقیره، چون که فقیره خدا دوستش نداره، پس که مال بهش نداره. مالی که جامعه رو از هم تفکیک بکنه، دود و مشروب و حرص و طمع و ظلم و حق‌کشی و طغیان و فساد و در جامعه بیاره، اون عاقبت به خیری نمیاد. یادتون میاد که کوه‌ای میگفتن هرچی فرهنگی تو جزیره هست تو کوه‌ای هست. امروز هم میگن هرچی فرهنگی هست. معلم صادر میکردید به روستاها. آیا بچه هاتون، جواناتون به کارشناسی ارشد و دکترا راه پیدا میکنن؟ من چند روز پیش جاس بودم، محرومترین نقطه استان و یکی از محرومترین نقطه کشور. آمار به من دادن که 25 تا الان فوق لیسانس و دکترا داریم که دارن میخونن. بعد مغرب آمدیم سریک، گفتن 11 تا فوق لیسانس و دکترا الان آمار گرفتیم تو شهرستان که ملی دارن میخونن. جلسه میگرفتن که چطوری جواناشون یک کمیته مالی تشکیل بدیم، یه انجمنی برای حمایت از کسانی که میخوان ارشد بخونن، یعنی وارد دکترا شدن، بورسیه بهشون بدن. نمیدونم تو روستای شما و شهر شما هم چی کاری میکنید یا نه؟ صندوقی دارید برای حمایت از آینده بچه هاتون؟ بچه هایی که میخوان داماد بشن بیان از اون صندوق قرض بگیرن، بچه هایی که میخوان ادامه تحصیل بدن بیان قرض بگیرن برای کتابخونه، کارهای فرهنگی. آیا با هم منسجم هستید یا نه؟ ایشون به رحمت خدا رفتن، یه عمر خدمت کردن، همراه جماعت میرفتن، نصرت جماعت میکردن، امام مسجد بودن، دعا برای جوانان میکردن. پدرشون امام جمعه شما بود، یکی از انسانهای صالح، خدا رحمتش بکنه. ولا نزکی الله احد. باید به فکر خودمون باشیم، باید احساس مسئولیت بکنیم. من الان از در مدرسه رد میشدم، جنازه که از در مدرسه بغل مسجد بود، این بچه های راهنمایی دبیرستان بودن، نمیدونم لباس آبی تنشون راهنمایی بودن، همه آمده بودن دم در، گفتن شیخ سلام، شیخ سلام. گفتم این بچه ها به این مؤدبی اگر تو فکرشون نباشید، بزرگترها با همدیگه دعوا بکنن و همدیگه رو حذف بکنن و اون دست بذارن رو سر اون که خودش بلند بشه. قرار نشد اینطوری بلند بشه. این بلند شدن خوب نیست که تو پا بذاری رو سر دیگری با قدرتت خودت بلند بشی، اون یکی بره پایین. بلند شدن واقعی این که وقتی خودت بلند میشی دست 4 نفر بگیری با خودت بلند بشی. خودت تنها بلند بشید نه. بچه خودم، بچه همسایه به جهنم نه.
اگر تو فکر بچه خودت شدی هر کاری بکنی معلم خصوصی هم بیاری براش، اگر امنیت براش تو کوچه ایجاد نکنید، امنیت اینی که بچه همسایه بچه سالمی باشه، چون بچه تو بیرون میاد تو کوچه، وقتی بیرون آمد تو که نمیتونی تو خونه زندانش کنی، بهترین تربیت بکن، دوست لازم داره. وقتی آمد تو کوچه اگه امنیت کوچه‌ش هم تامین نکنید بچه تو نابود میشه. پس باید تلاش بکنی که بچه همسایه روبروت هم بچه سالمی باشه، همکلاسیش هم همکلاسی سالمی باشه، دوست همبازیش تو زمین ورزش هم بچه سالمی باشه، که امنیت سلامت برای بچه تو چه که تو فکر بچه خودتی چه تامین بشه. آدم اینه. پیامبر گفته قبرستون باید ساده باشه صلی الله علیه وسلم، نه گل بکارید، نه درخت بکارید، نه رنگینش بکنید. الان خیلی از قبرستان‌های اهل سنت دیگه مثل مسیحی‌ها شده، حتی خیلی قبرها سنگ مرمر، بعدم عکس رنگی 6x4 میزنن رو قبر. دیدید؟ ما تو قبرستان بندرعباس داریم عکس 6x4 رنگی آوردن، ببخشید بزرگ، منظورم برگ آچاره، به اون اندازه، به اندازه برگ آچار عکس رنگی کردن. اگر جوان نوشتن رو قبر مرگ نابهنگام جوان فلان، یعنی تهمت به خدا میزنن که خدا نفهمیده که هنوز وقتش رسیده که این مرده. مرگ نابهنگام. مرگ میاد دیگه، تو پیری، تو جوانی، تو مریضی، تو سلامتی، تو خوشی، تو ناخوشی. اولین چیزی که باید بگی خودت انا لله و انا الیه راجعون. دوم اللهم اجرنی فی مصیبتی. این جمله دومه، خدایا در این مصیبتی که یک خلأ ایجاد شده در زندگیم منو معجور بدار، اجر و پاداش به من بده. اجر و پاداش در مقابل صبر خوبه. جمله سوم واخلف لی خیرا منها. خدایا این مصیبتی که یک خلأ ایجاد کرده چیزی بهتر از خزینه خودت جایگزینش کن. این با تجربه ثابت شده. هر کسی این سه تا جمله رو گفت خداوند هم بهش آرامش میده، هم پاداش بزرگ میده بهش، جزای صبر بزرگ بهشته و پاداش به غیر حسابه. انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. و هم چیزی خداوند بهتر جایگزینش میکنه. ام سلمه وقتی شوهرش فوت کرد بیوه شد، جمله اول گفت انا لله و انا الیه راجعون. جمله دوم گفت اللهم اجرنی فی مصیبتی، به من اجر و پاداش بده، من صبورم. جمله سوم آمد بگه، نتونست بگه. یه لحظه آمد تو دلش که، تو فکرش که مردی برای زندگی بهتر از ابو سلمه دیگه وجود نداره. بهترین مرد زندگی است و بهترین همسره و بهترین پدر برای فرزندشه. هر کاری خواست که جمله سوم بگه نتونست. و یه لحظه با خودش گفت من میخوام بگم اما فکر میکنم از ابو سلمه بهتر مردی برای من نیست، به ذهنم نمیرسه. مرد زندگی بود، پدر بود، ولی به خودش گفت که خیر در اون چیزیست که خدا و رسول خدا گفته. من باید جمله سومو بگم، این وسوسه باید کنار بگذارم. و جمله سومو گفت واخلف لی خیرا منها. خدایا این مصیبتی که وارد شده و یک خلایی در زندگی من ایجاد شده و شوهر عزیزم که مرد زندگی بود و رفیق راهم بود و همسر و هم فکرم بود، حالا رفته خلا ایجاد شده، خدایا بهتر از اون برای من بده. دیگه گذشت، چند ماه گذشت تا عده‌اش تمام شد، یک دفعه دیدن که حلقه در خونه‌اش صدا میکنه. دیگه من تجربه کردم این جمله سومو. حلقه در خونه‌اش داره صدا میکنه. وقتی که در باز کرد قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده خواستگاریش. قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده خواستگاری ام سلمه. قبلا مادر سلمه بود، زن ابو سلمه بود، الان شده همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم و ام المؤمنین. حالا اگر ابو سلمه جوان بشه و خدا بهش اجازه بده که دوباره بیاد به دنیا مثل شب حجله و زفافشون، به نظر شما چه؟
رسول الله سال خورده رو رها میکنه میره طرف شوهر جوانش که دوباره از نو جوان شده مثل زمان عقدش و ازدواجش. به نظر شما کدوم یکی رو انتخاب میکنه؟ دیگه حاضره که زن ابو سلمه بشه؟ ام المؤمنین شده، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم شده. این جملات رو باید بگیم تو مصیبت. هیچ مصیبتی مصیبت نیست، ولی وقتی خودمون رو میبازیم هم خوشی هم مصیبته. درسته؟ وقتی که ظرفیت نداریم هم خوشی هم ظرفیت خوشی هم نداریم. طرف 5 وقت نمازش ول نمیشد، رفت قاچاق کرد میلیاردر شد. یک بار مشروب میخورد دیگه نماز نمی آمد. دیگه وقتی پیک میزدن میگفت به سلامتی خدا. نماز 5 وقت نماز صبح ول نمیشد. وقتی پول آمد تو زندگیش ظرفیت که نیست. الان یه دوچرخه سوار دنداناش هم همه ریخته. یه دوچرخه فقط سواره، نمیتونه خودش هم استفاده بکنه، نمیتونه بخوره، نمیتونه ماشین خوب سوار بشه، نمیتونه خانه خوب داشته باشه، نمیتونه امنیت و آرامش داشته باشه. بچه‌ها هم هر کدوم به یه طرفی. مصیبت که قرار نشده مرگومیر باشه. بعضی مصیبت وقتی تو ظرفیتش نداری، شکر نمی‌کنید، فراموش می‌کنی که بنده خدا هستید. از یک تاجر سوال کردن این مال توست؟ گفت هذا ملک الله فی یدی. ادب رو نگاه بکنید. گفتن این خانه مال توست؟ این بازار مال توست؟ گفت این ملک خدا در دست منه. ادب رو با خدا نگاه بکنید. این ملک خداست ولی تو دست منه. امروز مالک اونه. هممون میریم. خیلی وقت بود که دوست داشتم بیام دبی. دوستان تلاش میکردم ولی توفیق نداشتم. ولی خب امروز این پدرمون سبب شد که با همدیگه یک ملاقاتی اینجا داشته باشیم و با هم کمی درد دل بکنیم، گپ بزنیم، از غفلت در بیاریم. چقدر درخت صبر اینجا کاشتن. اسلام فرهنگ تنبلی نیست که به انتظار درخت صبر بشه. فرهنگ تلاشه. پیامبر گفته اگر فسیلی در دستت بود قیامت برپا شد، آسمان شکافته شد، زمین باز شد، متلاشی شد، کوها پرپر شدن، همون فسیل رو بکار. نگو حالا قیامت خب برپا شده چه فایده‌ای تو کاشتن این فسیل هست. ارزش برای تلاش تا آخر لحظه عمر بود. دست از تلاش نباید بکشیم. بیدار باشیم، به خود بیاییم. تو جوانی از 20 سال تا 50 سال باید تولید بکنید، باید بدید، باید خدمت بکنید. این 30 سال خیلی حساسه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر ولا احسن عملا. من اونجا گفتم اکثر. در اسلام زیاد مهم نیست، در اسلام کیفیت مهمه. خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا اینکه شما را آزمایش بکنه، اینکه کدوم یکی بهترین کار انجام میده. چند روز پیش یک جنازه تو سرو بود، گفتم که ما حالا تقریبا 25 ساله که من آمدم، هر میتی میگیم چه نیت کردن 4 تکبیر نماز فرض کفایه تا این تا آخر. بعد میریم دعای میت، صلوات ابراهیمی، دوباره میت دوباره میگیم. کسی حفظ نکرده میگن نه اینا همه عربیه، ما نمیتونیم حفظ بکنیم دعای عربی. خیلی عجیبه. طرف رفته چه زبان انگلیسی، بعد زبان چینی دارن میخونن که چه بیزنس دنیا، تجارت دنیاشون، چون گفتن اگه زبان بلد باشید کلاه سرت نمیذارن، تجارت رونق میگیره. زبان انگلیسی یاد میگیره، زبان چینی که بالای نمیدونم 3000 تا حرف داره اگه اشتباه نکنم. زبان چینی بالای 2000 تا کلمه و حرف داره. یاد میگیره که بتونه بهتر تجارت بکنه. خب برای تجارت آخرت تعالی گفتن چه همین دعای چه جنازه رو چه دعای میت، اللهم اغفر لحینا و میتنا و شهامت، نصف صفحه نمیشه. میگه ما بلد نیستیم، مثل که اصلا همه چی همینجاست. زبان اون دنیا لازم نداریم، زبان قرآن لازم نداریم.